امروز در تاریخ 24 ماه جاری ساعتی رسا 7 یا 19 بعد از ظهر بود که بنده تلفن زدن که در قرارگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گروهی از سودی اقتصادی شهر دوشنبه آمدند، میخواهند که قرارگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مهر زده درهایش را بند اندازند. بنده با مجرد شنیدن خبر در حضور اونها آمدم و با اونها صحبتی داشتم و بالاخره قراری را پیشنهاد کردند که در اساس او قرار باید که درهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مهر زده میشدند که این کار را هم کردن و انجام دادند. پس تقدیر اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چی میشه؟ اصلا باید بگوییم که این کاری رو که انجام داده شد این با فعالیت حزب ربطی ندارد و تنها در اینجا مشکل هست بین اون صاحب یا که مالک اصلی بنا و مالک اولیه بنا که گویا مالک اولیه بنا دعوا دارد که در خرید و فروش این بنا اشتباه جای دارد و در اینجا گویا که غلط کار شدگی است، بنابر همین دعوای سودی راه اندازی شدگی است و تا انجام این دعوای سودی وایها امر گرفتگی هستند که باید قرارگاه بسته شود و از استفاده بیرون استفاده برده نشود. یعنی که خود بنای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شد اما حزب بسته نشد. بله حزب بسته نشد، چون که برای بسته شدن حزب قرار سود عالی کشور ضرورت دارد. حزب ما اصلا یکان کمبودی ندارد که او را بسته کنن. امروز گویا قرارگاهی او در خرید و فروشش غلطی رخ دادگی هست که این چنین کارها در بسیاری مالکیت اعضای حزب ما هم رخ داده بود و از آن جمله باید بگوییم که در شهر کلهاب هم که ما یک قرارگاه که را از یک شخص خریده بودیم که او شخص از حکومت در اساس اون مزایده خریداری کردگی است. اون را هم دیروز پروکراتورای کشور دعوت کرده بود اون مسئولی ما را که در اینجا هم در سودای او هم اشتباه شدگی است، باید او به صاحب اولیش که وزارت فرهنگ برگردانده شد. گفته بالای اون قرارگاه هم چنین دعوا راه اندازی شدگی است. شما میدونید که یک سال قبل قرارگاه ولایتی ما را در ولایت سوق تخریب کرده بودن به یگان خیل اساس و قرارگاهی در ناحیه پنجکنت هم داشتیم اون را هم تخریب کرده بودن و همینطور قرارگاه‌هایی رو که ما اجاره نشین بدیم در اونجا او را کاملا همشه گرفتن و اجاره نشینی ما را در اونجا بیکار کردن و مالکان ما را گفتن که به اینها ندهید. این یک چند سال از دوام دارد. میدونید که مدت 2 هفته پیشتر دفتر و نجات ما را بستن، این چوبخانه ما را ما همه کمبودی اون را برطرف کردیم. اون سوختار خاموشکنی ها آمدن ما را جوابگر کردن، قرارگاهی ما را ما همه کمبودی اون را برطرف کردیم و امروز بعد همه اینها را کردن اومدن قرارگاه خود ما را بند انداختن. ما یگان گپ نفتیم که خب در اساس قانون باشد ما کار نداریم و فعالیت حزب ما حالا جاری است و ان شاءالله که ما فعالیت خواهیم کرد و امیدوار هستیم که انجمن ما در تاریخ معین شده در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و ما از حکومت شهر از دستگاه ریاست جمهوری طلب یک جای کردگی هستیم، به خصوص بعد من کردن قرارگاه دیگر ما الکی حقی به دست آوردن یک زل در شهر دوشنبه برای ما بالاتر رفتگی است. ما امیدوار هستیم که حکومت شهر دوشنبه و دستگاه ریاست جمهوری در این مشکل ما را کمک کنند.